سلام به پادکست علم و موفقیت خوش اومدین. من مریم مرید نژاد هستم و خیلی خوشحالم که امروز با 10مین اپیزود این پادکست در خدمتتون هستم. مهمان عزیز امروز من آقای دکتر محمد علی محمدی، استادیار مرکز نوآوری در فناوری بیسیم در دانشگاه کوینز بلفاست در بریتانیا هستند و دوست عزیز من از دوران دانشجویی در دانشگاه صنعتی اصفهان که خلاصه لطف کردن و قبول زحمت کردن که این اپیزود رو در خدمتشون باشم. امروز میخوایم در مورد چشمانداز مخابرات بیسیم صحبت کنیم. محمد جان، مرسی که وقتت رو آخر شبت رو اختصاص دادی برای این مصاحبه. دوست داری که یه سلامی بکنی، یه مقداری از بک‌گراند خودت بگی و بعد من با سوالا در خدمتت هستم. خب منم سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین عزیز این پادکست و تشکر میکنم از شما که به من این فرصت دادین که صحبت بکنم با علاقه‌مندای مخابرات و اون چیزایی که حالا در مورد مخابرات یاد گرفتم توی این مدت بتونم شیر بکنم با دوستان و امیدوارم که مفید باشه برای علاقه‌مندان. من همونطور که خودتون گفتین محمد علی محمدی، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان و بعد از اون فارغ التحصیل دانشگاه خواجه نصیر توی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا هستم. 1 سال توی دوره دکترا به عنوان ویزیتور توی دانشگاه استرالیان نشنال یونیورسیتی یا ANU بودم. بعد از فارغ التحصیلی مدت 8 سال توی دانشگاه شهرکرد، شهر محل زادگاهم بودم به عنوان استادیار و بعد از 5 سال به عنوان دانشیار توی گروه مخابرات بودم و بعد از 8 سال تصمیم گرفتم که بیام بریتانیا توی دانشگاه کوینز بلفاست. 4 سال هست که الان توی مرکز مخابرات بیسیم دانشگاه کوینز که به اسم CWI شناخته میشه توی بلفاست مشغول کار هستم به عنوان لکچرر توی گروه مخابرات. و در مورد زمینه تخصصی اگر که بخوام صحبت بکنم، تخصص اصلی من مخابرات بیسیم هست که خب توی مخابرات بیسیم تمرکز اصلی ما بحث‌های پردازش سیگنال و مدل سازی سیستم‌های مخابراتی هست، مخابراتی دیجیتال هست. نسل به نسل با نسل مخابرات، حالا از اونجایی که نسل سوم توی دوران پی اچ دیمون بوده پیش اومدیم و در حال حاضر برای نسل ششم مخابراتی 6G توی این مرکز داریم کار میکنیم، مطالعه میکنیم، تحقیق میکنیم و منتظریم ببینیم که نسل ششم مخابرات قراره که چه اتفاقی رقم بزنه توی نسل آتی مخابرات. خیلی هم عالی محمد جان. خوبه که چون من خودم مثلا هیچ اطلاعاتی از مخابرات ندارم و خیلی هم ممکنه این مصاحبه رو بشنون، حالا یا دانشجوی رشته برق و کامپیوتر باشن یا افرادی باشن که میخوان اطلاعاتشون رو به صورت کلی اضافه بکنن در مورد این صنعت. دوست دارم که شروع کنی یه مقدمه از مخابرات بیسیم بگی، از کجا شروع شد، الان به کجا رسیدیم و این نسل‌های مختلفی که در موردش صحبت کردی، حالا از فکر می‌کنم شروع شده از 1G الان به 6G رسیدیم، اینا چطوری تحول پیدا کردن و دلیل پیشرفتمون چی بوده؟ اجازه بدید من اون مقدمه‌ای که معمولا سر کلاس‌های درس مخابرات بیسیم، حالا چه توی دانشگاه ایران و چه اینجا برای دانشجوها یه جلسه اول میگم رو اینجا هم به طور خلاصه با یه زبون ساده بیان بکنم در مورد مخابرات بیسیم. مخابرات بیسیم واقعیت تکنولوژی خیلی جدیدی نیست، اما اتفاقی که الان افتاده یکی از فکر میکنم چند تا تکنولوژی برتر حال حاضر هست
من همیشه اینا سر کلاس به دانشجوها میگم که اگه میخواید به اهمیت مخابرات بیسیم فکر بکنید، فقط تصور بکنید که شما یک روز از گوشی و موبایلتون جدا باشین، ببینید که چه اتفاقی توی زندگیتون میفته. الان مخابرات بیسیم همه جوره زندگی ما رو در بر گرفته، از آموزش، از بحث بهداشت و درمان، از بحث خریدای آنلاینی که داریم انجام میدیم، همه جوره زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داده. اما خب یه سیر تحولی خیلی عظیم و شاید جالبی رو لااقل از دید من سپری کرده. اگه بخوایم خیلی برگردیم به عقب، به اون نقطه شروع، شاید سال 1830 زمانی باشه که یه چیزی هولوش 200 سال قبل، زمانی که اولین مخابره حالا مورس انجام داد، تلگرام مورس. هرچند که اون مخابره وایرلس یا بیسیم نبود، ولی خب خیلیا اون رو به عنوان مقدمه اصلی مخابرات بیسیم میشناسن. بعد از اون مایکل فارادی رو داریم توی مخابرات، از حالا آدمایی که خیلی مطرح هم و خیلی مخابرات خودشون مدیونشون میدونه. فارادی فکر میکنم 1831 بحث القای الکتریکی رو مطرح کرد و بعد از اون در مورد فارادی اگر که بخوایم صحبت بکنیم، قفس فارادی، اون قفسی که الان توی موزه آکادمی لندن نگهداری میشه، یکی از شاهکارهای مخابراتی که توی 1831 در واقع معرفی شد. و بیایم جلوتر میرسیم به ماکسول، آدمی که اومد تئوری الکترومغناطیس رو معرفی کرد. معادلات ماکسول معادلاتی هستش که برای دوستانی که مخابرات رو پی میگیرن معادلات شناخته شده و در این حال خیلی پیچیده و سختی هستن که خب این معادلات اساسی مخابرات مطرح میشن. بعد از ماکسول فکر میکنم هاینریش هرتز رو داریم که اومد و معادلات تئوری ماکسول رو به صورت در واقع تجربی محققشون کرد. اما خب یه جمله خیلی معروفی داره هاینریش هرتز، اینکه وقتی که تونست میدانهای مغناطیسی رو، امواج الکترومگنتیک رو در واقع تولید و دیتکت بکنه، جمله معروفش اینه که میگه من هیچ وقت فکر نمی‌کنم که این امواجی که من تونستم کشفشون بکنم یه زمانی اپلیکیشن عملی براشون بشه پیدا کرد. خب 1880 این اتفاق میفته و الان میبینیم که زندگی ما داره بر اساس امواج الکترومغناطیسی توی محیط اطرافمون میچرخه. بعد از اون سال 1895 فکر میکنم باشه که اختراع رادیو رو داریم. یعنی اتفاق بزرگی که یه جهش بزرگی که توی مخابرات اتفاق میفته، مخصوصا توی عرصه مخابرات بیسیم. و مارکونی که به عنوان پدر رادیو شناخته میشه، اولین تست ارسال بیسیم رو انجام میده، توی یه فاصله 1.5 مایلی موفق میشه که ارسال اطلاعات انجام بده. و بعد از اون سال 1901 اولین در واقع ارتباط برد بلند وایرلس بین انگلند و نیوفاندلند رو مارکونی انجام میده. و بعد از اون میرسیم به فکر میکنم دهه 1920 که برودکست رادیو، اولین برودکست رادیویی توی دنیا مطرح میشن و خب بی بی سی اولین برودکست رو توی سطح بریتانیا شروع میکنه انجام دادن به صورت وایرلس. منتها هر اون چیزی که داره اتفاق میفته تا این زمان به صورت آنالوگ هست، مخابرات آنالوگ داره تمام این اتفاقات به صورت آنالوگ صورت میگیره. بعد از اون توی دهه 1930 تا 1940 دوباره یک اتفاق خیلی مهمی میفته که حالا همزمان میشه با جنگ جهانی.
و اون هم اختراع یه حالا رادیوی جدید یا بگیم یه شکل مدولاسیون جدید تحت عنوان مدولاسیون FM هست که آرمسترانگ در واقع مبدع این در رادیوی جدید هست، رادیوی FM، که خیلی کمک میکنه به بهبود کیفیت ارسال اطلاعات، بهبود کیفیت وایسی که داره ارسال میشه. و خب این رادیوها توی دوره جنگ جهانی دوم هم تست میشه و بعد از اون یواش یواش داریم وارد عرصه جدیدی توی مخابرات میشیم. بحث مخابرات دیجیتال شروع میکنه به پا گرفتن و دهه 1950 دوباره یه انقلاب خیلی بزرگی توی مخابرات صورت میگیره. از یک طرف ما کلود شانون رو داریم توی مخابرات که تحت عنوان پدر تئوری اطلاعات شناخته میشه. کلود شانون تئوریای خیلی مهمی توی زمینه اطلاعات، مخصوصا توی بحث مخابرات دیجیتال مطرح میکنه. اصطلاحاتی که توی زندگی روزمره الانمون داریم تحت عنوان دیتا ریت، نرخ ارسال اطلاعات، ظرفیت کانال، بحثای کدینگ کانال که توی حالا مخابرات داره استفاده میشه، برمیگرده به نظریه اساسی که کلود شانون مطرح میکنه. و توی همین دوران دوباره تحولای خیلی عظیمی اتفاق میفته. توی بحث مدارای مجتمع و ساخت مدارای الکترونیکی ما اختراع ترانزیستور رو داریم که خیلی کمک میکنه به انهانسمنت رادیوهایی که باشون حالا ارسال و دریافت اطلاعات داره صورت میگیره. از اون طرف پرتاب ماهواره رو داریم، اتفاقی که پایه و اساس ارتباطات ماهواره‌ای میشه. یعنی سال 1950 دهه 1950 این دو تا تحول بزرگ دوباره یه انقلاب خیلی بزرگی رو توی عرصه مخابرات ایجاد میکنه و همونطور که گفتم داریم آماده میشیم که وارد عرصه مخابرات دیجیتال بشیم. مخابرات دیجیتالی که هول و هوش حالا 1980 خودش رو توی عرصه مخابرات بیسیم شروع میکنه نشون دادن. منتها 1980 که اولین نسل‌های مخابرات که حالا تحت عنوان 1G میشناسیم مطرح میشه، نسل‌هایی هستن که خب همچنان مبتنی بر مخابرات آنالوگ هستن. من اگر که بخوام در مورد نسل‌های مخابرات اینجا صحبت بکنم به صورت خیلی خلاصه، اگر که شروع بکنیم، در واقع ما یه مسیر 50 ساله رو توی مخابرات دیجیتال سپری کردیم، از سال 1980 تا حالا میتونیم بگیم 2030. هنوز به 2030 نرسیدیم ولی خب چشم اندازه آتی مخابرات واسه 2030 تقریبا مشخص هست و میدونیم که قراره که 2030 تو چه نقطه‌ای باشیم توی بحث مخابرات. پس این 6 تا نسل مخابرات رو اگر که بخوایم خیلی خلاصه با هم مطرح بکنیم، همونطور که گفتم 1980 همچنان مخابرات آنالوگ، داریم به سمت دیجیتال میریم ولی خب بر اساس نسل حالا اولی که بر اساس مخابرات آنالوگ هست. اولین شبکه‌های مخابرات بی سیم توی سمت امریکا، ژاپن و یه سری از کشورها مثل سوئد و نروژ و دانمارک و فنلاند پیاده سازی میشه. نسل اول مخابرات، سرعت ارسال اطلاعات توی این نسل غیر قابل تصوره، یه هولوش 2.4 کیلوبیت پر سکند و تنها اپلیکیشنی که میشه براشون متصور شد توی این دوره فقط ارسال وایس هست، اون هم با کیفیت خیلی پایین. و خب بعد از حالا گذشت 10 سال وارد نسل بعدی مخابرات میشیم، یعنی به نسل دوم میرسیم. نسل دومی که سرعت ارسال اطلاعات یه جهش شاید 30-40 برابری پیدا میکنه، به نرخ ارسال 64 کیلوبیت پر سکند میرسیم. مخابرات دیجیتال مطرح میشه، مخابرات دیجیتالی که کمک میکنه به
ذخیره سازی اطلاعات، کمک میکنه به رمزنگاری اطلاعات، کمک میکنه به کدگذاری اطلاعات و در نتیجه باعث میشه که بهبود پیدا بکنه کیفیت ارسال اطلاعات توی نسل دوم. توی این نسل دوم حالا یه مقداری مخابرات گسترش فراگیرتر میشه، سمت آمریکای شمالی و آسیا تقریبا تحت پوشش مخابرات نسل دوم قرار میگیره. منتها یک مشخصه ای که مخابرات نسل دوم داره که تأخیر ارسال اطلاعات بالا هست، یه چیزی هولوش 300 میلی سکند تأخیر سرعت ارسال هست توی این نسل. و خب اون کسایی که شاید حالا سنشون به اندازه ما باشه و یاد بیارن توی ارسالای نسل دوم، این تأخیر ملموسی بود. وقتی که شما ارتباطات راه دور داشتید، صدا با یک تأخیری رد و بدل میشد بین فرستنده و گیرنده. منتها به واسطه معرفی حالا مخابرات دیجیتال امکان ارسال پیامک و یه سری از حالا پیام‌های چند رسانه‌ای مثل MMS توی نسل دوم محقق شد و میرسیم حالا به نسل سومی که یه جورایی همزمان میشه با اون دوره‌ای که دوران PhD و حالا دانشجویی خود ما بوده، نسل سوم مخابرات، 3G. نسل سوم 3G که تحت عنوان حالا استاندارد IMT 2000 یا UMTS میشناسیمش، یعنی توی بحث استانداردسازی که سازمان حالا ITU داره انجام میده برای نسل‌های مخابرات، نسل سوم با استاندارد UMTS یا IMT 2000 شناخته میشه. اما مشخصه خیلی مهمی که این نسل داره و فکر میکنم حالا اون کسایی که همسن و ساله من باشن خاطرشون باشه، مطرح شدن اینترنت موبایلی هست برای عموم. اتفاق خیلی بزرگی که توی نسل سوم رخ میده و خب امکان این که اینترنت روی گوشی برای کاربر فراهم باشه، ارتباط اینترنتی اینجا مطرح میشه. به تبعش نیاز هستش که سرعت ارسال اطلاعات بالا بره. سرعت ارسال توی نسل دوم یه چیزی هولوش 64 کی بود، ولی توی نسل سوم یه جهشی پیدا میکنه به 21 مگابیت پر سکند که خب افزایش سرعت به تبعش امکان ارسال تصویر و حالا تصاویر با کیفیت بالاتر رو مطرح میکنه. تأخیر ارسال تا حد خیلی زیادی میاد پایینتر. من در مورد تأخیر بعداً صحبت میکنم، چرا دارم روش تاکید میکنم، یه مؤلفه خیلی مهمی هستش توی مخابرات. و یواش یواش داریم میریم به سمت نسل چهارم. شاید توی این نقطه اون زمان اگر که فکر میکردیم دیگه مخابرات قراره به کجا برسه، نسل سوم اون نقطه نهایی بود. اما توی سال 2010 نسل چهارم مخابرات یا 4G مطرح شد و پیاده سازی شد. در واقع نسل چهارمی که تحت عنوان استاندارد LTE توسط حالا ITU شناخته میشه، با استاندارد LTE مطرح میشه. سرعت ارسال اطلاعات تقریبا 5 برابر میشه نسبت به 3G و به مرز 100 مگابیت پر سکند میرسه. تأخیر 0.1 کم میشه و به 10 میلی سکند کاهش پیدا میکنه. یه اتفاق خیلی عظیمی که اینجا میفته این هستش که ارتباط توی سرعت‌های بالا محقق میشه. یعنی اینکه شما توی یک ماشین با یه سرعت 150 کیلومتر پر سکند دارید کیلومتر پر ساعت دارید حرکت میکنید و میتونید ارتباط وایرلس داشته باشید. اتفاق خیلی ساده ای نیست، ولی خب اون دوستانی که کار عملی انجام دادن میدونن که هر چقدر که سرعت بالاتر میره چه اتفاقاتی توی بحث امواج الکترومغناطیس ارسال و دریافتشون میفته. و خب پیاده سازی مخابرات نسل 4 برای سرعت 350 کیلومتر بر ساعت یک اتفاق خیلی بزرگ هست
اینجا هستش که توی نسل چهارم بحثای حالا میشه گفت موبایل تیوی و موبایل اینترنت و اپلیکیشن های جدید اینطوری ظهور پیدا میکنه. اسکایپ اگر که خاطرتون باشه و اتفاقاتی که حالا شبکه خدماتی که روی حالا بستر آیتی میشد محققش کرد توی نسل چهارم مطرح میشه و میشه گفتش که دیگه نسل چهارم یه نسلی هستش که کاملا فراگیره و همه دنیا رو در بر گرفته. خیلی از کشورها حالا توی همین دوره خدماتی مثل واتساپ یا اسکایپ رو ساپورت میکردن. استریمینگ ویدیو ما با کیفیت HD رو توی نسل چهارم مخابرات داشتیم و میشه گفتش که بحث استریم کردن ویدیو با کیفیت HD یکی از تحولات خیلی عظیمی بود که توی نسل چهارم مخابرات مطرح شد و یه استفاده‌ای که شاید حالا از این بستر صورت گرفت و حالا بعدتر توی نسل پنجم بیشتر بهش میپردازیم، بحثای آموزش‌های آنلاینی بود که توی دوره کووید ازش تونستیم حالا از این بستری که اینجا فراهم شده بود و توی نسل پنجم تکمیل شده بود در واقع بهره بگیریم. سال 2020 اگر که دقت کرده باشید دورهای 10 ساله دارم میرم جلو. این استانداردی هستش که ITU در واقع در نظر گرفته. ما هر 10 سال یک نسل جدید مخابرات رو داریم. توی ITU 2020 چی نسل هست محمد جان؟ ITU مخفف International Telecommunication Union هست، مرکزی هستش که استانداردسازی مخابرات بیسیم رو در واقع انجام میده که چشم انداز هر نسل چیه، قرار هست به چه نقطه‌ای برسه، چه اپلیکیشن هایی داشته باشه و حالا خود ایتیو و اون کنسرسیوم هایی که دارن جلسات سالیانه ای رو برگزار میکنن و در مورد استانداردسازی نسل‌های آتی و انتظاراتی که قرار هست نسل‌های آتی برآورده بکنن رو در واقع پوشش میده توی بحث مخابرات. نسل پنجم سال 2020 تحت عنوان حالا نیو رادیو یا NR نامگذاری شده توسط ایتیو و اینجا هستش که سرعت دیگه از مرحله 100 مگابیت نسل چهارم وارد اوردر 20 گیگابیت پر سکند میشه. سرعتایی که صحبت میکنم سرعتای پیک دیتا هست، یعنی به صورت اوریج خب این همچین سرعتایی رو ممکنه که لحظه ای ما نداشته باشیم، ولی خب اگر که شرایط ایدئال برای نسل 5 یا حالا موبایلی که توی نسل 5 داره کار میکنه یا نسل 4 داره کار میکنه فراهم بشه، این پیک دیتایی هستش که انتظار میره برآورده بشه. در کنار سرعت تأخیر هست، به 1 میلی ثانیه کاهش پیدا میکنه تأخیری که توی ارسال و دریافت اطلاعات هست و اینجا با این کاهشی که ما توی سرعت، توی تأخیر، توی دیلی داریم، یه سری اپلیکیشن های خیلی جدید و جالبی مطرح میشه که خب اتومبیل‌های خودران یکی از این اپلیکیشن ها هست. در واقع ما وقتی که سرعت ارسال اطلاعات رو تأخیرش رو بتونیم بیاریم پایین، فرماندهی به یه ماشین خودران رو بتونیم با یه تأخیر خیلی پایینتری انجام بدیم، خب از اون طرف این امکان فراهم میشه که بتونیم این ماشین رو کنترل بکنیم، جلوی حالا خطرات احتمالی تصادفی که ممکنه پیش بیاد رو بگیریم. از اون طرف تصور بکنید توی اپلیکیشن های حالا اینداستری وقتی که ما داریم به صورت وایرلس کار میکنیم، برای اینکه احتمال خرابی یا احتمال خطای اون رباتی که داره کار میکنه رو بخوایم پایین تر بیاریم، باید دستورای فرمانه‌ای که ارسال میشه با یه تأخیر خیلی پایین تری ارسال بشه و اینکه نسل 5 رو فکر میکنم تحت عنوان ارتباط هوشمند برای همه چیز و همه جا میشناسنش. اصلی هستش که در واقع IoT یا اینترنت آف تینگز مطرح میشه
و توی این نسل انتظاری که وجود داشت این بود که انتظاری که وجود داشت این همون اهدافی هستش که در مورد حالا 5G وجود داشت و سعی میشد توی پیاده سازی 5G بهش رسید. انتظار این بود که توی اوردر میلیون ما بتونیم دیوایس های کانکتد توی شبکه داشته باشیم، همین سنسورهای IoT که بتونن در واقع ایده شهر هوشمند یا اسمارت سیتی رو محقق بکنن و ما رو ببرن به سمت بسترسازی برای حالا اتومبیل‌های خودران و اپلیکیشن‌های مثل ای هلث یا اگریکالچرال هوشمند، بحثایی که اینجا مطرح میشه تا بتونیم یه همچین اپلیکیشن‌های ریل تایمی رو ساپورت بکنیم. پس نسل پنجم رو حالا از دیدگاه مخابراتی یه جورایی میشه تحت عنوان نسل ظهور IoT و اتصال انبوه دستگاه‌ها شناختش و توی این نسل مخابرات فوق سریع یعنی Ultra Reliable and Low Latency Communication مطرح میشه که همونطور که گفتم اپلیکیشن های خیلی جذابی براش در نظر گرفته شده. و خب حالا با این تفاصیل شما فکر بکنید که توی نسل پنجم هستیم و میخوایم در مورد نسل ششم مخابرات صحبت بکنیم. اینکه واقعا قرار جهش بعدی توی نسل ششم به چه سمتی باشه، چه اتفاقی توی سرعت ارسال اطلاعات صورت بگیره، تأخیر قراره به کجا برسه، سرعت کاربر، سرعت یوزر قراره تا چه حد بالا بره و ما تا چه سرعتی رو قراره ساپورت بکنیم. اگر الان دقت کرده باشید قطارهای سریعی که توی چین در واقع داره استفاده میشه سرعتهای توی اوردر 500 کیلومتر بر ساعت رو داره و ما میخوایم کاربرایی که داخل این قطارها هستن همچنان ارتباطشون رو با اینترنت حفظ بکنن. خب باید بشه یه همچین مخابراتی رو، یه همچین مخابره وایرلسی رو ساپورت کرد توی این صورتها. حتی امکان دسترسی به مخابرات حالا ماهواره‌ای برای هواپیماهایی که با سرعت خیلی بالا دارن توی جو پرواز میکنن باید فراهم بشه. گفتم اینا شاید به زبون خیلی ساده باشه ولی تکنولوژی خیلی پیچیده‌ای رو میطلبه که بشه با اون مشکلات و اون در واقع پیچیدگی هایی که توی طراحی سیستم پیش میاد مقابله کرد تا بشه یک مخابرات ریلایبلی رو در واقع فراهم کرد. توی نسل ششم چشم اندازی که وجود داره اینه که سرعت ارسال اطلاعات یا پیک ارسال اطلاعات به اوردر ترابایت پر سکند برسه، یعنی چیزی بالاتر از 1 ترابایت پر سکند. اگر که برگردیم به نسل اول سرعت 2.14 کیلوبیت پر سکند الان داره وارد اوردر 1 ترابیت پر سکند میشه. اگر دیدمون از نسل 5 به 6 باشه شاید خیلی این سرعت بالا نباشه ولی همونطور که گفتم برگردیم عقب از نسل اول مرور بکنیم. توی نسل اول که خب حالا تأخیر خیلی مطرح نبود، توی نسل دوم تأخیری توی هولوش 300 میلی سکند رو داشتیم. نسل ششم چشم انداز این هستش که ما این تأخیر رو توی اوردر 10 تا 100 میکروسکند پایین بیاریم. اگر که قرار هستش که یه اپلیکیشن های حساسی مثل اتومبیل‌های خودران یا بحث ای هلث رو داشته باشیم، بحث اینداستریال رو حالا اینداستریال هوشمند رو داشته باشیم، باید تأخیر تا این حد بیاد پایین. قابلیت ساپورت سرعت‌های توی اوردر 1000 کیلومتر پر سکند رو باید داشته باشیم. اینا چشم اندازی هستش که برای نسل ششم در قبال حالا این اعداد و ارقام تعریف شده. منتها یه نکته‌ای که در مورد نسل ششم باید بگم این هستش که تعریفی که برای نسل ششم در نظر گرفته شده این هستش که اصلا نسل ششم قرار هستش که سرویسی فراتر از مخابرات در واقع برای کاربراش فراهم بکنه. یه جورایی قرار هستش که یه تعاملی بین انسان و محیط برقرار بکنه. توی نسل ششم تکنولوژی که ما
خیلی الان بحث داغی هست و داره کار میشه توی نسل ششم این هستش که ما از سیگنال‌های مخابراتی که برای ارسال اطلاعات داریم استفاده میکنیم باید به طور همزمان بتونیم برای ویژوالایز کردن محیط اطراف کاربرمون استفاده بکنیم. یعنی این امکان رو برای کاربرامون فراهم بکنیم که به کمک این سیگنال‌ها بتونن محیط اطرافشون رو هم یه تخمینی، یه تقریبی ازش داشته باشن. مثالی بخوام بگم، اتومبیل خودرانی که داره حرکت میکنه باید همزمان کامندهای مخابراتی رو که داره دریافت میکنه از سیگنالایی هم که اطراف بهش میرسه باید استفاده بکنه، بتونه موانعی که سر راهش هست، سرعت ماشینایی که اطرافش داره حرکت میکنه، همه اینا رو باید بتونه تخمین بزنه و بر اساس اینا شرایط خودش رو وفق بده. پس مخابرات نسل 6 در واقع داره یه سری ابعاد جدیدی رو برای زندگی ما مطرح میکنه و مباحث خیلی جدید و بروزی برای نسل ششم الان مباحث روزی هستش که داره توی مراکز تحقیقاتی و توی دانشگاه ها بررسی میشه. اینکه همزمان ما بتونیم از بستر مخابراتی که داریم برای بحثایی که گفتم، برای بحثای اپلیکیشن های جذابی که گفتم بتونیم استفاده بکنیم. در کنار اینا اصطلاح خیلی معروفی که وجود داره این هستش که خب AI واسه وایرلس کامیونیکیشن و وایرلس کامیونیکیشن واسه AI باید توی نسل ششم محقق بشه و تقریبا همه چیز AI empowered بشه و ما بتونیم به کمک AI اون نسل ششم و حالا اهدافی که براش در نظر گرفتیم رو پشتیبانی بکنیم. و یه اصطلاح خیلی معروفی که انتظار هست این هستش که دیگه توی نسل ششم ما انتظار داریم که بهش میگن مخابرات anytime anywhere anyone، هر کسی هر جایی و هر لحظه‌ای که هست بتونه دسترسی به مخابرات داشته باشه با اون سرعتی که مطلوبش هست، مد نظرش هست و بتونه همزمان هر جایی که هست، گفتم فضا، زمین، زیر آب، روی آب، بتونه ارتباط وایرلس خودش رو حفظ بکنه. این یه خلاصه‌ای بود که فکر میکنم حالا سعی کردم به طور کامل از حالا 1830 تا امروز یه چیز اولوش 200 سال رو پوشش بدم در مورد مخابرات بیسیم. به به، خیلی جالب بود. من نمیدونستم مخابرات انقدر خفنه، انقدر ما تو زندگی روزمرمون ازش استفاده میکنیم به این شکلی که الان شما توضیح دادی. توی زمینه نسل 6 سوال من اینه که آیا نسل 6 شروع شده یا قرار در آینده شروع بشه؟ یعنی الان ما تو نسل 5 هنوز هستیم یا نسل 6 هم یه جاهایی شروع شده؟ نسل 5 در واقع کامرشیالایز شده و محقق شده. وقتی که در مورد یه نسل صحبت میکنیم باید اینا دقت بکنیم که قرار نیست نسل قبلی به طور کامل حذف بشه و یه نسل نه، جدیدی درسته. وارد بشه. خب قرار هست که اون زیرساختایی که داریم، اینفراستراکچرایی که داریم رو بهبود بدیم، آپگرید بکنیم، بیاریم توی لولی که بتونیم اون سرویس هایی که گفتم رو بتونیم محقق بکنیم. خب نسل 5 میتونیم بگیم پیاده سازی شده. حالا آماری که هست چیزی هولوش میگن 40 تا 50% شبکه جهانی اومده روی نسل 5 مخابرات. درست. اما نسل ششم نه. نسل ششم مایلستون ها مشخصه، یعنی اهدافی که قرار هست توی نسل ششم بهش برسیم مشخصه. امسال توی 2025 فکر میکنم توی جون قرار هست جلسه ای باشه که در مورد حالا مشخصه های کلی نسل ششم، اینکه توی چه باندهای فرکانسی قرار ارسال اطلاعات صورت بگیره، تصمیم گیری نهایی صورت بگیره. در واقع باندهای فرکانسی که نسل 5 داره روش ارسال انجام میده قبلا مشخص شده، استاندارد شده، داره استفاده میشه. برای نسل ششم صحبت این هستش که یکی دو تا باند فرکانسی جدید اضافه بشه، یکی از باندهایی که توی نسل 5 خیلی جوابگو نبوده حذف بشه. بحث این شکلی قرار هستش که امسال نهایی بشه. منتها
حرکت به سمت نسل ششم میشه گفتش که شاید از 4-5 سال قبل، زمانی که 2020 نسل پنجم محقق شد، شروع شده و خب خیلی از دانشگاه‌ها و خیلی از مؤسسات بحثا رو شروع کردن. تکنولوژی‌های مرتبط برای اینکه به اون اهداف برسن رو شروع کردن به دیولپ کردن. توی 5 سال گذشته تکنولوژی خیلی جدید و بروزی مطرح شده توی مخابرات، داره پیاده سازی میشه، تست میشه و اون چیزی که هدف هست اینه که 2030 ما بتونیم دوباره یه شیفتی از نسل پنجم به نسل ششم داشته باشیم و یه تجهیزاتی اضافه بکنیم به ساختاری که داریم برای که به اون اهداف جدید برسیم. درسته. پس الان خیلی احتمالاً تحقیقاتی که تو زمینه نسل ششم داره انجام میشه خیلی جذاب و داغه، درسته؟ الان همونطور که گفتم تکنولوژیایی مطرح شده، بحثایی داره توی حالا وادی مخابرات و حالا اون سمت بحث آنتن و طراحی آنتن داره صورت میگیره، انجام میگیره که شاید 5 سال پیش کسی اصلا بهش فکر نمیکرد. توی مخابرات ما هر لحظه به یه نقطه‌ای میرسیدیم که میگفتیم دیگه اینجا اشتباه شده، دیگه ما از اینجا جلوتر امکانش نیست بریم. ولی هر دفعه یه تکنولوژی جدید مطرح شد. من اگر که بخوام یه مقداری حالا تکنیکی تر صحبت بکنم، وقتی که وارد نسل 3 و بعدش نسل 4 می شدیم، بحث این بود که خب دیگه سرعت ارسال اطلاعات، مگه ما چقدر ریسورس داریم، چقدر پهنای باند فرکانسی داریم، چقدر زمان ارسال داریم، دیگه با این ریسورسی که داریم غیر ممکنه بتونیم سرعت ارسال رو ببریم بالاتر. توی همجا بود که بحثای تحت عنوان مخابرات چند آنتنی مطرح شد. این که ما به جای اینکه یه آنتن ارسال یا آنتن دریافت داشته باشیم، اگه بتونیم چند تا آنتن برای سمت ارسال دریافت داشته باشیم، میتونیم ریسورسمون رو افزایش بدیم، سرعت ارسال رو ببریم بالا. و خب توی این زمینه فکر میکنم یه اسم ایرانی که خیلی معروف هست علموتی هست که کدینگ علموتی برای سیستم‌های چند آنتنی یکی از چیزایی که به نام ما ایرانی‌ها توی بحث مخابرات ما هست مطرح شد. و بعد از اون دوباره وقتی که سیستما رفتن به سمت چند آنتنه، حالا چند آنتنه یه چیزی تو اوردر زیر 10 تا آنتن، بحث این بود که مگه میشه تعداد این آنتنا رو بیشتر کرد. رسیدیم به نسل پنجم. توی نسل پنجم تعداد آنتنا به 64 تا آنتن توی ایستگاه‌های بیس استیشن یا اون حالا ایستگاه رادیویی بیسیم اضافه شد. 64 رو کسی قبلا باور نمی‌کرد، ولی الان اگه به شما بگم که توی نسل ششم صحبت از 1000 آنتنه، شاید الان کسی که از بیرون نگاه میکنه بخنده، ولی خب رویاییه که قطعا محقق میشه و به این سمت پیش میریم برای که بتونیم جوابگوی اون نیازایی که گفتم باشیم. و خب این پیشرفتیه که داره صورت میگیره. و عجب. پس خیلی باید تحقیقاتی که شما انجام میدین و اینا همشون خیلی سریع آپدیت بشن. فکر کنم یعنی انقدر سرعت تکنولوژی اضافه شدنش زیاده و تغییرات زیاده که فکر کنم مراکزی که دارن تو این زمینه انجام میدن باید خیلی خیلی ریسورسفول باشن و خیلی آپدیت بشن با تغییراتی که توی بازار در واقع داره اتفاق میفته. درسته؟ قطعا باید همینطوری باشه. یعنی دانشجوی پی اچ دی که وارد میشه، زمانی که داره خارج میشه احساس میکنه که از تکنولوژی عقبه. عقب. وارد میشه و با یه موضوعی کارش رو شروع میکنه، برای که خودش رو آپدیت نگه داره باید اون سال آخر دکترا وارد یه تکنولوژی جدید بشه. در غیر این صورت از بقیه عقب مونده. و خب از اون طرف هم آره دیگه شرکت‌های مخابراتی باید خودشون رو آپدیت نگه دارن، با تکنولوژی روز جلو بیان و اگه میخوان رقابت بکنن، در غیر این صورت حذف میشن.
محمد جان، توی مرکزی که کار میکنی، مرکز نوآوری و فناوری بیسیم تو دانشگاه کوینز، مرکز شما ظاهرا یه مرکز خیلی شناخته شده توی بریتانیا هست برای اینجور تحقیقات. یه مقداری در مورد کارهایی که انجام میدین، نوع تحقیقاتی که انجام میدین و اینکه چقدر ارتباط دارین با صنعت، از اینجور چیزا صحبت میکنی. ممنونم. سنتر وایرلس بلفاست یا CWI، حالا بر اساس آماری که اینجا میشه سرچ کرد و بهش رسید، جز 5 تا مرکز برتری مخابراتی هستش که توی بریتانیا به زمینه مخابرات داره کار میکنه. توی سنتری که ما هستیم در واقع بنیانگذار ایده حالا مخابرات سلفیری، مخابراتی که یکی از کاندیداهای نسل ششم مخابرات هست، یعنی اون فریمورک، اون استراکچری که قرار هست توی نسل ششم برای رسیدن به اون هدفها محقق بشه، تحت عنوان سلفیری، مخابرات بدون سلول. مخابراتی که الان داریم توی نسل پنجم بهش میگیم مخابرات سلولار. شاید شنیده باشید سلولار کامیونیکیشن، این که محوطه هایی حالا برای پوشش هر آنتن داریم، کاربرای توی این محوطه فقط میتونن با اون آنتنی که توی اون محوطه هست در ارتباط باشن، بهش میگیم سلول. منتها توی نسل ششم میخوایم بریم به سمت مخابرات بدون سلول یا سلولار. مرکز ما توی بحث سلفری مسیو مایمو یکی از مراکز شناخته شده و حالا پیشروی هستش که پروژه های بروز اینجا داره انجام میشه. حالا از بعد تحقیقاتش که شما بگیرید که تمام مقالات حالا هایلی سایتیشنی که هایلی سایتدی که توی این زمینه هست بگیریم، تا کاوریجی که این موضوع داره توی مرکز ما به شدت داره پیگیری میشه. پروژه‌ای که اخیراً توی بحث پیاده سازی سلفیری مطرح هست اینجا استارت خورده. گفتم 20 قراره که نسل 6 محقق بشه و از الان داره این تکنولوژی ها تست میشه. تکنولوژی دیگه ای که اینجا هست تحت عنوان حالا صفحات بازتاب هوشمند یا ریس میشناسن، تکنولوژی هستش که پیاده سازی شده تقریبا از 3 یا 4 سال پیش اینجا استارت خورده پروژه و الان این پروژه پیاده سازی شده، داره کار میکنه. این هم یه تکنولوژی دیگه ای هستش که توی بحث نسل ششم قرار هست مطرح باشه. خود مسیو مایمو مخابرات حالا تحت عنوان آرایه های آنتنی خیلی عظیم مطرح بود توی نسل پنجم. دوباره توی مرکز ما از شاید 10 سال پیش مطرح بوده، روش کار صورت گرفته و داریم میریم دوباره به سمت نسل 6. بحثایی که گفتم قراره که ما محیط رو سنس بکنیم، قراره که لوکالایز بکنیم اشیایی که وجود داره و این یکی از زمینه‌های خیلی داغ و جذابی هستش که حالا گروهی که ما داریم کار میکنیم داریم توی این بحث کار میکنیم. بحث اصطلاح تکنیکال بخوام بگم بهش میگیم آیزک، Integrated Sensing and Communication در واقع و لوکالیزیشن. اینا تکنولوژی ها و زمینه‌هایی هستش که اینجا داره کار میشه و همونطور که گفتم بحث سلفی داره میره به سمت پیاده سازی و ایمپلیمنتیشن و تحقق. هزینه تحقیقاتی که شما توی دانشگاهتون میدین رو کی پرداخت میکنه؟ شما از دولت بودجه دارین برای، چون این کارهایی که دارین میکنین و انقدر پیشرو هست و اینجور چیزا، من مطمئنم که احتمالا خب خیلی هم هزینه بر هست. شما مثلا از اینداستریاهایی که قرار این نسل‌های مخابرات رو در واقع استفاده بکنن فاند میگیرین یا دولت دانشگاهتون رو فاند میکنه؟ یه بودجه خیلی بزرگی عظیمی از سمت گاورمنت توی بریتانیا تخصیص داده شده برای ساپورت مخابرات و خب حالا شاید خیلی اتفاقی باشه، من داشتم برای یه پروپوزالی که می نوشتم دقیقا به این نکته رسیده بودم و یه سرچی انجام دادم ببینم واقعا ساپورت بریتانیا چقدره. عین جمله این بود که بریتانیا هدفش این هستش که تا آخر
2025 خودش رو به عنوان یکی از چهره‌های مطرح توی 6G مطرح بکنه و برای رسیدن به این هدف بودجه‌ای که حالا تا پایان سال مالی 2025 در نظر گرفته بودن یه چیزی هولوش 30 تا 40 میلیون پوند بود که اینا تخصیص بدن به دانشگاه‌ها و مراکزی که دارن کار میکنن توی این زمینه که ساپورت بکنن این ایده ها رو. دانشگاه خیلی زیادی توی یوکی هست، یعنی توی زمینه حالا مخابرات وایرلس دارن کار میکنن. این فانده خیلی ساده نیست گرفتنش، رقابت خیلی بالاست. منتها اگر که ایده ناب باشه، ایده جالبی باشه، اگر که سابقه شما سابقه خوبی باشه، خب امکان این که شما بتونید بخشی از این هزینه رو بگیرید. این که گفتم حالا تا چه حد ایده شما ناب و شدنی باشه، از یک سمت بک‌گراند شما در چه حدی باشه. و نکته‌ای که میخواستم بگم این که خود این بودجه خیلی قشنگ تخصیص داده شده، چه بخشش در سطح حالا ریسرچ استفاده بشه، کدوم بخشش در سمت خرید تجهیزات و پیاده سازی بشه ازش استفاده کرد. و خب فکر میکنم به صورت خیلی مدون بریتانیا داره به یه سمتی حرکت میکنه که توی 6G حرف برای گفتن داشته باشه توی سالهای عادی. ضمن این که خب کنار اینا شرکت‌های مخابراتی بزرگی هم اینجا هستن که ساپورت میکنن پروژه این شکلی رو. حالا توی خود بریتانیا بیتی رو میشناسن، بریتیش تلکامیونیکیشن، که در واقع یه جورایی همون همراه اول ایران خودمونه اینجا، که خب ساپورت های خیلی خوبی انجام میده، مراکز تحقیقاتی خیلی بزرگی داره که اگر با این حالا مراکز آرندی یا مراکز تست و میجرمنتش در ارتباط باشیم، امکان این که بتونیم تست بکنیم، از تجهیزاتشون استفاده بکنیم یا ساپورت مالی از طرف اونا داشته باشیم فراهم میشه. و مثلا الان خود مرکز ما یکی از طرفایی که داره باش کار میکنه همین بیتی هست که ارتباط نزدیک ما با صنعت داریم. و اینکه و خب شرکت های دیگه، حالا نمیدونم نمیشه خیلی همه رو اسم برد، ولی شرکت های خیلی کوچیک و بزرگ زیادی توی سطح بریتانیا هست که ساپورت های حالا از اوردر چند 10K تا چند 100K رو انجام میدن از پروژه های دانشگاهی دیگه. خب خیلی موضوع به قول معروف هات تاپیکی هست و خیلی میتونه دنیا رو متحول کنه. میشه تصور کرد که چرا هر کسی که بتونه تو این زمینه و حال سرمایه گذاری میکنه تا بخواد نوآوری رو حالا توی صنعت یا تو اون کشور به وجود بیاره، که خیلی هم جالبه. بعد تحقیقات شما بیشتر ریسرچ هست یا ریسرچ و تست هست؟ یعنی شما مثلا یه چیزی رو که ایدهش رو دارین و یا حالا ممکنه با کامپیوتر و اینجور چیزا تستش بکنین، به صورت عملی هم لب هایی دارین اینجور کارا هم تو زمینه رشته شما انجام میشه؟ کارهایی که حالا ما انجام میدیم در واقع توی مرکز ما، اگر بخوام یه تقسیم بندی کلی انجام بدم، ما 2 تا گروه خیلی کلی توی بحث مخابرات داریم. گروه آنتنا و پروپاگیشن ما که یه سری امکانات آزمایشگاهی خیلی پیشرفته دارن توی بحث ساخت آنتن و حالا هم بحث صفحات بازتابش هوشمندی که گفتم دارن کار میکنن. لوایی که اونا دارن در واقع توی بحث پیاده سازی کار میکنن. سمت ما که بحث پردازش سیگنال و حالا بیشتر شاید بشه گفت کارهای الگوریتمی و دیزاین سیستم هست، بیشتر متمرکز به تحقیقات هست. منتها از تقریبا سال گذشته رفتیم ما هم به سمت پیاده سازی، این که بتونیم ایده های تئوری که حالا به صورت پیپر پابلیش میکردیم رو سعی بکنیم بیاریمش تو عمل، تست بکنیم و نشون بدیم که اون چیزی که واقعا توی تئوری داره اتفاق میفته توی عمل هم شدنی هست. و یک سالی هست که مسیر حالا گروه ما هم رفته به این سمت. البته
دو تا گروه، حالا دو تا بخش کاملا مکمل هم هستن، پروژه مشترک هم دارن و همونطور که گفتم مثلا توی بحث صفحات بازتابش هوشمند یا بحث پیاده سازی سلفری، دو تا گروه همزمان با همدیگه دارن کار میکنن و پیش میرن. الان وقتی که اینجا هستی و بعد خب تو دکترا تو ایران انجام دادی، فوق لیسانس تو ایران انجام دادی، بعد استاد دانشگاه شدی تو ایران، اگه بخوای یه مقایسه بکنی از نوع تحقیقاتی که توی ایران انجام میشد، به هر حال گفتی اون زمانی که دانشجو بودی نسل 3 مخابرات در واقع ایمپلیمنت شده بود، چطور میتونی مقایسه کنی؟ آیا واقعاً اینجور تکنولوژی هایی که نیاز به هزینه خیلی زیاد و یا خیلی پیشرو فکر کردن هستن، امکان انجام تحقیقات به این شکل توی ایران وجود داره با توجه به منابعی که تو اون کشور وجود داره، یا اینکه شاید همش تو زمینه تئوری دانشگاه ایران میتونن کار؟ اگه یه در واقع نظری تو این زمینه داشته باشی من ممنون میشم. ببینید، جواب این سوال اینجوری بگم که مخابرات واقعا بحث خیلی گسترده‌ایه. یعنی وقتی ما در مورد مخابرات صحبت میکنیم فقط این نسلی که صحبت کردم و این تکنولوژی ها نیست. یه بخشی برمیگرده به بحث طراحی آنتن. خب هنوز توی ایران دانشگاه مثل دانشگاه تهران یا دانشگاه مصنعت یا حتی دانشگاه خواجه نصیر، اینا دانشگاهی هستن که تجهیزات به روز و خوبی واسه بحث طراحی آنتن دارن. یا حالا یه بخش دیگه وارد بحث مخابرات ماهواره میشه، یه سمت دیگه مخابرات بحث سکیوریتی و مخابرات امن میشه. اما توی زمینه‌ای که ما داریم کار میکنیم که داره خیلی به سرعت پیش میره و خب تکنولوژی خیلی جدید داره مطرح میشه، با شرایط فعلی امکاناتی که توی ایران هست، یعنی برای خود شخص من اگر که میخواستم توی زمینه‌ای که هستم توی ایران کار بکنم، فقط میشد توی زمینه ریسرچ صرف کار کرد. یعنی اینکه شما فقط ریسرچ خالص انجام بدی ولی دیگه فکری به بحث پیاده سازی نداشته باشی. یه مثال اگه بخوام بزنم، الان توی نسل ششم بحث از باند فرکانسی تراهرتز هست. یعنی اینکه ما بتونیم فرکانس رو تو اردر تراهرتز ببریم بالا، رزولوشن رو بیاریم پایین، بتونیم بحثای سنسینگ و لوکالیزیشن خیلی دقیق انجام بدیم. یعنی شما فکر بکنید الان گوشه موبایل ما توی بحث حالا جی پی اس یا حالا گوگل مپی که استفاده میکنیم، اردر خطا شاید تو اردر چند 10 متر باشه، اما فقط تصور بکنید که برای یه جراحی از راه دور دیگه خطای چند 10 متر چیز قابل قبولی نیست. باید جراحی رزولوشن گفتی؟ یه جراحی از راه دور شما اگر بخواید انجام بدی باید این دقت رو بیارید تو اردر سانتی متر. یعنی شما باید بتونید تو اردر چند سانتی متر فرماندهی بکنید به از راه دور. خب برای همچین تجهیزاتی واقعیت میشه گفتش که عقب هستیم و همچین تجهیزاتی رو توی دانشگاه ایران بعید میدونم که داشته باشیم. و مثلا حالا لب تراهرتزی که توی سنتر ما هست و 1-2 سال راه اندازی شده، بعید میدونم با هزینه‌ای که اینجا شده بشه همچین تجهیزاتی رو توی یکی از دانشگاه ایران پیدا کرد و بشه همچین تحقیقاتی رو انجام داد. درست. خب حالا به هر حال پیش زمینه خوبی هم ایجاد شد برای اینکه ببینیم که مرکز شما تو جذب دانشجو چقدر فعال هست و آیا دانشجو رو تو چه مقطعی نیاز هست، مثلا فوق لیسانس هم قبول میکنی، دکترا و پستاک، و چه شرایطی باید دانشجو داشته باشن که بتونن پذیرش بگیرن، و آیا فکر کنید کلاً بریتانیا پذیرش گرفتن با جایی مثل کانادا یا آمریکا تفاوت داره؟ در مورد مرکز خودمون، توی مرکز حالا سنتر وایرلسی که اینجا هست، پذیرش دانشجوی پی اچ دی و پستاک در واقع هست.
بسته به گرانت هایی که جذب میشه، بین حالا 1 تا 3 یا 4 تا دانشجوی پستاک میشه، بسته به طول مدت گرانت و حالا گرانتی که هست. روی هر پروژه در واقع استخدام کرد، جذب نیرو داشت. توی بحث دانشجوی پی اچ دی هم باز دوباره برمیگرده به تعریف گرانت تا چه تعداد دانشجو رو بشه ساپورت کرد. منتها به عنوان مثال توی گروه خود ما که داریم کار میکنیم تقریبا 15 تا دانشجوی پی اچ دی هستن که دارن کار میکنن همزمان و در کنار اینا چیزی هلوش 7 یا 8 نفر هم پستاک همزمان داره. صرفا توی گروهی که بحث سیگنال پروسسینگ رو ما داریم انجام میدیم رو دارم میگم. گروه دیگه مثلا بحث آنتن، اونا هم یک همچین وضعیتی رو دارن. پذیرش دانشجو با ریت خوبی در واقع اینجا داره صورت میگیره، منتها رقابت خیلی بالاست. در واقع گرانتی که گرفته میشه ممکنه که روش 1 یا 2 تا دانشجوی پی اچ دی باشه و وقتی که ما ادورتایز میکنیم تعداد خیلی زیاد اپلیکنت برای اون درخواست میدن. و اتفاقی که افتاده، حالا این چیزی که من توی این 1-2 سال اخیر دیدم، تقاضا از سمت کشورهای مثل چین یا پاکستان یا هند خیلی بالا بوده و رقیبای خیلی جدی برای دانشجوی ایرانی در واقع بودن. توی سمت بریتانیا، حالا توی سمت مینلند، وقتی که دانشگاه‌های دیگه رو نگاه میکنی، دانشگاه‌های مطرح اگر که بخوام اسم ببرم توی بریتانیا، دانشگاه بریستول، توی خود لندن دانشگاه کوین ماری یا کینگز کالج، دانشگاه حالا گروه مخابرات ساوثهمپتون، اسکاتلند دانشگاه ایدینبرو، ولی خب خیلی مقبولیتی نداره شاید به خاطر شرایط آب و هوایی که اونجا هست. دانشگاه منچستر، دانشگاه بزرگی هستن که اونها هم به همین شکل در واقع پذیرش دارن. به فراخور گرانتی که دریافت میشه شما میتونی دانشجو حالا یا پستاک تعریف بکنی و بگیری. گرانت های خیلی محدودی هستش که در واقع فاندایی که از طرف دولت داده میشه بازه مشخصی داره. مثلا حالا توی نوردن آیلند توی دانشگاه کوینز معمولا اوپنینگی که ما داریم از نوامبر هست تا فبروری. ما توی این 4 ماه اگر که کسایی که دنبال پوزیشن هستن سرچ بکنن میبینن که اپلیکیشن های خیلی زیادی توی دانشگاه کوینز باز میشه. منتها خب گفتم رقابت خیلی بالاست و از اون طرف هم وقتی که نسبت میگیری تعداد اپلیکنت هایی که حالا سکسسفول میشن تو مرحله آخر به نسبت تعداد تقاضا، میبینی که خیلی درصد پایینیه. فرصت خوبیه این بازه زمانی اگر که کسی میخواد برای حالا دانشگاه کوینز یا حتی دانشگاه دیگه داخل یوکی اقدام بکنه. این بازه زمانی هستش که یه جورایی میشه گفت گلدن تایم هست توی بحث پذیرش پی اچ دی توی یوکی. و خب دیگه حالا بقیه پوزیشن ها که به فراخور گرانت و پروژه ادورتایز میشه. و یه نکته‌ای که میخوام بگم، احتمالاً حالا همه در جریان هستن ولی خب سایتی که میتونن پیگیری بکنن سایت job.uk هستش که توی این سایت معمولاً اپلیکیشن هایی که مرتبط هست، ادورتایز هایی که مرتبط هست حالا با پوزیشن های پی اچ دی یا پوزیشن های پستاک دائم به روز آپدیت میشه و میشه از اونجا پیگیری کرد. وقتی که میگین اون تایم نوامبر تا فوریه زمانیه که پوزیشن های زیادی اپلای میشه، یعنی اگه کسی خارج از این تایم به مثلا شما ایمیل بزنه فرضاً توی جولای، شما ممکنه فرایند پذیرش رو براشون شروع بکنین، یا اینکه همیشه شما اگه دنبال یه دانشجو باشین ادورتایزش میکنین؟ به خاطر اینکه معمولا اینجا 2 مدل هست، یعنی شما ممکنه که یه جایی ادورتایزمنت رو ببینین برای یه پوزیشن، یا اینکه یه استادی ممکنه گرند داشته باشه
ولی ادورتایزش نکنه حالا توی یه سایتی، ولی دانشجو اگه بهش ایمیل بزنه و خوشش بیاد از بکگراند دانشجو پذیرش بهش میده. این به چه صورته توی دانشگاهی که شما هستین؟ بازه‌ای که گفتم پذیرش و در واقع گرانت از طرف دولته آها و آها هیچ آها. ارتباطی به گرانت استاد نداره. یه گرانتی آها. هستش که دولتی تخصیص داده شده. مهم. حالا برای اینکه یه هدف اصلی این هستش که اصلا دانشجوهای لوکالی که توی بریتانیا هستن تشویق بشن برای اینکه دکترا بخونن، و هدف دیگه این هستش که خب حالا دانشجوهای شاخص اینترنشنالی که بتونن یه سری شرایط حالا به لحاظ پابلیکیشن، دانشگاه محل تحصیل و معدل رو برآورده بکنن، از اون طریق اون گرانت وارد بشن که خب توی اون بازه باید اقدام بکنن. پروسه بعد از این که حالا توسط استاد شورت لیست انجام گرفت، اینترویو صورت گرفت، نهایتا تصمیم گیری با دانشگاهه که آیا آها. این افراد این شرایط رو دارن یا نه. اما خارج از اون بازه اگر کسی بخواد اپلای بکنه، اون دیگه به گرانت استاد بستگی داره. آها. در واقع این که چقدر حالا شما فوری بخواید دانشجو بگیرید، خب مجبورید که سریع ادورتایز بکنید، اینترویو بذارید. ولی اگر که نه، گرنت هایی هستش که خب دست استاد گرنت 5 ساله گرفته، دوره پی اچ دی اینجا 3 ساله است، منتظر میمونه ببینه که ایمیل، حالا دانشجویی که ایمیل میزنن کدومشون با اون شرایط گرنت همخوانی داره و آفر رو به اون شکل در واقع بده. که این حالتهای مختلفی هستش که حالا داریم اینجا. برگردیم به اون گرانت دولتی که گفتی که خیلی هم رقابتیه. چه معیارایی یه دانشجو باید داشته باشه که توی این رقابتی که به وجود میاد شانس داشته باشه؟ یعنی اگه شما یه چک لیستی داشته باشین از چیزایی که در نظر میگیرین به عنوان در واقع اون ویژگی های یه اپلیکنت خوب، اونها چی هست؟ فاکتور اول پابلیکیشن هست و اونم پابلیکیشن توی یه مجله ژورنال معتبر و معمولا حالا حداقل یه دونه پابلیکیشن و 2 تا که خب خیلی بهتر. بعد از اون دانشگاه محل تحصیل هست که خب اینجا یه ارزیابی صورت میگیره، رنگ اون دانشگاه بر اساس معیار دانشگاه یوکی یه ارزیابی صورت میگیره، یه حالا همترازی صورت میگیره بین این دانشگاه ها، یه امتیازی به دانشگاه محل تحصیل، هم دانشگاه کارشناسی و هم دانشگاه کارشناسی ارشد داده میشه. معدل هر دو دوره، هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اگر که در واقع توی اون رنج فرست کلاس آنر باشن دانشجوها، خب امتیاز خیلی بالایی بهشون داده میشه. این 3 تا فاکتور اصلی هست. فاکتور بعدی این هستش که اینترویو باید بشه، یعنی وقتی که لیست دانشجو از سمت دانشگاه ارسال میشه، شما باید انتخاب بکنی از بین اینها چند نفر رو اینترویو بکنی و فیدبکی که شما از اون اینترویو به دانشکده برمیگردونی که خب چقدر منطبق بوده با اهداف این پروژه، چقدر خوب پرزنت کرده خودش رو، چقدر به روز بوده اطلاعاتش. این هم فاکتوری هستش که به عنوان حالا گزینه 4 مطرح میشه و در نهایت همه اینا امتیازدهی میشه. یه رنکینگ نهایی توی دانشکده میتونم بگم، حالا توی اسکول در واقع صورت میگیره و بر اساس تعداد گرانت یا حالا فاندی که تخصیص داده شده به اون اسکول، از ابتدای اون لیست در واقع حالا آفر ارسال میشه. و امروز فکر میکنم روزی بود که یه سری از آفرها توی دانشگاه کوینز همین امروز صبح ارسال شد واسه یه سری از حالا پی اچ دی اپلیکنت هایی که تقریبا ما توی اوایل مارچ اینترویو کرده بودیم.
وقتی که با این اپلیکنت ها اینترویو میکنین دنبال چه ویژگی هایی هستین؟ یعنی چون به هر حال تازه هم این کار رو انجام دادی، اگه یه سری نکاتی توی این مصاحبات دیدی که ممکنه به درد بچه‌هایی بخوره که دوست دارن توی مسیر برن، اونا رو میتونی با ما به اشتراک بذاری؟ اینکه مرتبط بودن، این دانشجویی که اپلای میکنه واسه یه تاپیک، واسه یه موضوع، تا چه حد مرتبط هست کاری که توی دوره کارشناسی ارشدش انجام داده، چقدر مرتبط هست با موضوعی که توی دوره پی اچ دی قرار هست انجام بده. اعتماد به نفس و اینکه حالا نگاه بکنیم ببینیم که این دانشجو توی دوره کارشناسی ارشدش تا چه حد تونسته خودش رو با شرایط انطباق بده، تطبیق بده. مثلا میخوام بگم دانشجویی حالا توی بحث لیسانسش گرایشی مثل الکترونیک کنترل خونده، بعد اومده مخابرات، خب یه تغییر بزرگی بوده اینجا انجام شده. بعد نگاه میکنیم میبینیم که خب توی دوره کارشناسی ارشدش خیلی موفق بوده، با اینکه تغییر گرایش داشته تونسته یه معدل خوب، یه پابلیکیشن خوب داشته باشه. این نشون میده که این شخص قابلیت اینو داره که دوباره خودش رو با محیط جدید سازگار بکنه، انطباق بده. فاکتور خیلی مهمیه که ما بهش نگاه میکنیم که چقدر این دانشجو میتونه خودش رو ادپته بکنه با شرایط جدید. و حالا از هر دانشجو ما میخوایم که یه چیزی هلوش 10 دقیقه بیاد و کار قبلی خودش رو پرزنت بکنه و در مورد آیندهش و ریسرچ پلنی که داره صحبت بکنه. این نکته خیلی مهمیه. اینا میخوام اینطور بگم که توی مصاحبه‌ای که ما دیدیم دانشجوی چینی خیلی خوب توی این زمینه دارن خودشون رو پرزنت میکنن، خیلی قشنگ کاری که انجام دادن رو تو 5 دقیقه جمع‌بندی میکنن، مرتبطش میکنن به هدف بعدیشون. و معلومه که یه ترندیه که واقعا فکر میکنم توی همه دانشجوهای چینی ما اینو داریم میبینیم، خیلی مدون از یه نقطه شروع میکنن میرسن به اونجایی که ما انتظار داریم. ولی خب متاسفانه این کمتر توی دانشجوی ایران دیده میشه. یعنی این 10 دقیقه رو بعضیا فقط فکر میکنن که صرفا باید پرش بکنن، 10 دقیقه صحبت بکنن بگذرونن. این 10 دقیقه خیلی مهمی هستش که توی هر اینترویوی فکر میکنم باید خیلی روش برنامه ریزی بشه. اینکه دقیق و خیلی خوب بتونید پرزنت بکنید چه کار کردید، چرا کاری که انجام دادید مهم بوده، چه مسئله ای رو حل کردید و چرا فکر میکنید که شما برای این پوزیشن جدیدی که قرار هست اقدام کردید مناسب هستید. این سوال خیلی مهمیه که ما توی این 10 دقیقه دنبالش هستیم، ببینیم که تفکر خود دانشجو چیه، چه انتظاری از پی اچ دی داره. حالا شاید سوال خیلی کلیشه‌ای باشه که انتظار شما از دوره پی اچ دی چیه، ولی خب توی این 10 دقیقه ما دنبال این هستیم. و برای کسایی که توی اپلای هستن، دارن اپلای میکنن، فکر میکنم باید خیلی این 10 دقیقه رو حساب شده باش برخورد بکنن. اپلیکنت های ما دیدیم که رزومه خیلی قوی داشتن، پابلیکیشن های خوبی داشتن، ولی وقتی وارد این 10 دقیقه شدن اصلا هیچ هدفی، هیچ برنامه‌ای نداشته. و خب فیدبکی که حالا اون هیئت جوری میگیره اینه که این شخص ممکنه که بعدا نتونه ریسرچ مستقلی انجام بده چون نتونسته یه پلنی، ولو اینکه قرار نباشه اصلا این پلن رو انجام بده توی دوره دکترا، ولی همین که بتونه برای خودش یه پلن بچینه نکته خیلی مهمیه. این نکته که من واقعا به چشمم اومده توی مصاحبه ها و گفتم چینی ها خیلی خوب دارن کار میکنن و تمام پوزیشن ها رو دارن درو میکنن. از اون طرف متاسفانه بچه های ما توی این پرزنته کم میارن، ولو اینکه میدونیم بک‌گراند های خیلی خوبی دارن، دانشگاه خیلی خوبی بودن، ولی خب در نهایت یه جمع باید تصمیم بگیره در مورد. فکر میکنین چینی چی کار میکنن که این نکته رو خوب فهمیدن که چطوری خودشون رو پرزنت کنن؟ چیزی که من باهاشون در ارتباط بودم و دیدم اینه که گروه های خیلی خوبی دارن توی سطح دانشگاه هاشون، توی سطح بزرگتر. مثلا توی یه شهر، مثلا من یه همکاری دارم از شهر چندو، میدونم اینا
یه گروهی دارن همچنان با دانشجوی قبلی اتفاقی بیفته، نکته‌ای باشه با هم دیگه شیر میکنن. فلان پوزیشن باز شده دانشگاه کوینز، بلافاصله به هم اطلاع میدن از طریق این کانالایی که دارن. تجربیاتشون رو خیلی خوب با هم دیگه شیر میکنن. به فرض اگر که شما توی برای گروه وایرلس کوینز اقدام کردی، اینا فاکتورهای مهمی بوده که من توی مصاحبه دیدم و خب همه با هم دیگه یه شبکه خیلی خوبی رو دارن و هم دیگر رو ساپورت میکنن. ساپورت خیلی خوبی دارن مثلا دیگه انجام میدن. و الان فکر میکنم گفتم توی گروه ما تقریبا 15 تا دانشجوی پی اچ دی که ما داریم 10 نفرش چینیه، به شدت همدیگه رو ساپورت میکنن. حتی وقتی هم که اینجا میرسن بدون اینکه اصلا سوپروایزر در جریان باشه، بحث اسکانشون همه چیزشون رو با همدیگه هماهنگ میکنن، میرسن اینجا توی اون 1-2 ماه اول به شدت همدیگه رو ساپورت میکنن تا اون شخصی که جدید اومده بتونه خودش رو تو گروه تطبیق بده و وارد روال کار بشه. این نکته خیلی مهمیه فکر میکنم. جالبه، ولی اینکه خودشون رو میتونن پرزنت کنن خیلی نکته جالبیه، چون که خیلی وقتا که میان حتی آدم میبینه که اینا خیلی زبانشون هم خوب نیست، ولی احتمالاً یاد گرفتن که یعنی اون اسکیل رو پیدا کردن که وقتی میخوان برای مصاحبه دکترا شرکت کنن چه چیزایی مهمه و میرن رو اون زمینه وقت میذارن. یعنی من فکر کنم اینم یه مثل آیلتس که مثلا میخونی شما باید یه سری تکنیک ها رو بلد باشی، اینم در واقع یه تکنیکه که اینا خیلی خوب متوجه شدن و ممکنه حالا بچه‌هایی حتی با بک‌گراند قوی تر این رو خوب درک نکرده باشن. دقیقا همینطوره، یعنی اسکیل خیلی مهمیه پرزنت کردن. ببینید یه بود دیگه هم داره، حالا یه سری قومیت های دیگه اصلا نمیخوام اسم ببرم، اونا وقتی که تو پرزنت وارد میشن شروع میکنن خیلی قلوف کردن. من تمام این سافت‌ورها رو کار کردم، من تمام این نرم افزارها رو کار کردم. موردی داشتیم که خب شخص اومده اینجا و بعد دیدیم که این قلوف بوده و خب به خاطر این رفتاری که داشتن، حالا میگم این 1-2 تا کشوری که اسم نمیبریم اینا تقریبا حذف شدن از این پروسه به خاطر این بک‌گراندی که بوده. پس وقتی که میخوایم پرزنت بکنیم باید حواسمون باشه خیلی هم از اون طرف پشتمون نیفتیم که خیلی بخوایم زیاده روی بکنیم. اون چیزایی که داریم، داشته هامون و هدف بعدیمون، یعنی ممکنه ما دانشجویی رو بخوایم توی بحث مخابرات بگیریم، سوالی که ازش میپرسیم اینه که شما مثلا چقدر با بحث لرنینگ آشنایی داری. دانشجو باید واقعیت رو بگه، این که من توی دوره کارشناسی ارشدم در این حد با لرنینگ کار کردم، ولی هدفم اینه که قبل از اینکه حالا جوینت بشم به گروه شما یا زمانی که اومدم توی گروه شما این اسکیلا رو هم در کنارش یاد بگیرم. وقتی که شما به این سبک حالا خودت پرزنت بکنی مشخصه که هدف تعریف شده است و به اون برسه. این خیلی مهمه. دقیقاً. یعنی حیفه که کسی بک‌گراند قوی داشته باشه ولی نتونه در مورد همون چیزایی که انجام داده به خوبی صحبت کنه. و من چیزی که فکر میکنم خیلی میتونه کمک کنه اینه که تمرین، یعنی واقعا وقتی کسی تو این شرایط قرار میگیره مهمترین چیز اینه که واقعا بره ریسورس های مختلفی که هست برای پرزنتیشن رو نگاه کنه از روی یوتیوب یا جای دیگه. اون پرزنتیشنش رو که ساخت برای 4 نفر دوستش به حال پرزنت کنه، ببینه که واقعا اونا میفهمن و وقتی که حالا یه داستان رو بگه من از اینجا شروع کردم این کارا رو انجام دادم و الان چیزایی که برای آیندم در نظر دارم که انجام بدم. وقتی اینا رو انجام بدن احتمالاً بچه ها خیلی بهتر میتونن. ولی خب متاسفانه چون که دانشگاه های ایران خیلی روی این بحث در واقع پرزنت کردن خوب و گویا خیلی وقت نمیگذارن، حداقل اون زمانی که من بودم
خیلی یادم نمیاد فرصت ها این شکلی برامون پیش اومد. شاید بچه ها ضعیف، ولی حتما الان انقدر منابع هست که بتونن از روش تمرین کنن رو به حال بتونن آماده بشن برای شرایط این شکلی. قطعا الان AI هست، شما راحت میتونید مثلا از طریق وایس با AI صحبت بکنید، فیدبک بگیرید. اپلیکیشن هست، اپلیکیشن هایی که شما میتونید اینترویو های موک انجام بدید، بهتون فیدبک برمیگردونن که شما صحبت کردن چجوری، کانفیدنت بودی نبودی، تکنیکالی چجوری صحبت کردی. اینا رو میشه استفاده کرد. ریسورس هایی که روی یوتیوب هست اینا هست. و یه نکته دیگه ای هم که فکر میکنم فراموش کردم اینه که شما وقتی که میخواید وارد یه گروهی بشید، حداقل باید به کارهایی که توی اون گروه شده یه رجوعی بکنید. یعنی این نکته خیلی مهمیه برای کسی که داره شما رو مصاحبه میکنه. این مهمه که شما وقت گذاشته باشید، ارزش قائل شده باشید، سر زده باشید، ببینید اگه من قراره وارد این گروه بشم و این کار رو انجام بدم، قبلا چه کارایی انجام گرفته، چطوری من میتونم از این بک‌گراند استفاده بکنم. باز این دوباره نکته‌ای هست که من توی تمام پرزنت های دانشجویی که از سمت چین میان دیدم. مشخصه حالا شاید خیلی تکنیکال و عمیق نرفته، ولی مسیر خودش رو بر اساس کارهایی که قبلا توی اون گروه انجام شده تعریف میکنه. و این حالا برای کسی که داره مصاحبه میکنه خب یه حس مثبتی ایجاد میکنه که شخص اهمیت داده که رفته و پیگیری کرده. و اینم فکر میکنم یه نکته‌ایه که باید بهش توجه کرد. قطعا خیلی وقت افراد دیگه که باشون صحبت کردم میگن که دانشجو، حالا جدای از بحث مصاحبه، ولی دانشجو به ما ایمیل میزنه ولی معلومه یکی از اون ایمیلاییه که به 100 نفر دیگه هم زده بدون اینکه نگاه کنه ببینه بک‌گراند مثلا من چی بوده و چطوری این ریسرچ پروپوزالش میتونه با بک‌گراندهای من هماهنگ بشه و اینا. یه ایمیل کلی میفرسته و این خب خیلی سریع اون چیز رو در من به وجود میاره که این اصلا وقتی نذاشته روی سرچ کردن و ببینه که زمینه تحقیقاتی که من توش کار میکنم دقیقاً چی هست و بخواد اون ارتباط رو با بک‌گراند خودش ایجاد بکنه. درسته، کاملا. حسی که ایجاد میکنه توی اون شخصی که داره مصاحبه میکنه حس جالبی نیست. حالا تو بود مصاحبهش، بود ایمیل هم که دقیقاً شما وقتی ایمیل رو باز میکنه که یه تمپلیتی خاصی داره، اصلا تمایلی برای که یه جواب نه هم بخواید بدی نداری به اون ایمیل. درست. یه مصاحبه که دیگه همه چیز هم رو در رو هست. و قطعا. محمد جان، چیزی هست که فکر میکنی که ما کاور نکردیم؟ من یه سوال آخر دارم که میخوام ازت بپرسم، ولی خودت مسئله هست تو ذهنت که بخوای شیر کنی و من توی سوالام کاور نکرده باشم، حالا تو چه زمینه تحقیقاتی و تو چه زمینه مسائل دانشجویی؟ مسئله خاص در مورد مخابرات، حالا باز دوباره بخوام برگردم، دانشگاه خیلی معروف و مهمی الان حالا توی سطح اروپا، امریکا، کانادا و حتی استرالیا هستن که پذیرش دانشجو رو داره انجام میده. گروه خیلی زیادی از ایرانی هستن که توی سمت حالا سوئد دانشگاه‌های حالا مثل چالمرز یا لینکوپین دارن کارهای خیلی ارزشمندی انجام میدن. توی امریکا و کانادا که خب آدمای خیلی تاپی رو ما داریم که اعتبار حالا مخابرات هستن و ما خیلی افتخار میکنیم وقتی که این افراد رو میبینیم و به ما میگن که فلان شخص ایرانیه. وقتی که تو مصاحبه ها توی کنفرانس ها میریم، وقتی که میبینیم یه کینوت اسپیکر ایرانی داره صحبت میکنه، خیلی باعث افتخاره. دوست دارم یه جورایی حالا اون حسی که دارم رو بگم واقعا آدم احساس غرور میکنه. خیلی هستن این افراد وقتی که شما
وارد یه کنفرانس میشی، بعضی از حالا دوستان یه جوری با حسرت نگاه میکنن، میگن بازم این ایرانی بود، این کینوت ایرانی بود، چقدر ایرانی داره تو این زمینه کار میکنه. خیلی حس خوبیه. و خب همچنان هم گفتم داریم میبینیم دانشجوی خیلی خوبی داره از سمت ایران میاد. منتها همونطور که گفتم حیفه که بخوایم بعضی جاها اپلیکنت های خیلی قویمون رو سر یه سری سهل انگاری ها، یه سری اتفاقای این شکلی از دست بدیم. آدمایی که قطعا میگم با اون چیزی که ما دیدیم، حالا 8 سال من توی ایران تدریس کردم، دانشجوهای خیلی خوبی حتی از همون دانشگاه شهرکرد داشتم که الان یا توی مقطع دکترا دارن درس میخونن یا فارغ التحصیل شدن توی دانشگاه خارج. ولی الان فیدبکی که من دارم از این اینترویو ها میگیرم یه مقداری ناامیدم کرده، چون دانشجوهای بسیار خوبی هم منتها جاشون خیلی راحت دارن میدن به یه سری رقیبایی که وقتی که میان اینجا همونطور که شما گفتین خیلی هم تاپ نیستن. و خب از اون طرف گفتم توی اون کنفرانس ها آدمایی که میبینیم احساس غرور میکنیم، از این برم یه مقداری یه دلنگرانیایی هستش که رقابت دانشجوهای خیلی خودمون زیاد شده دوستای دیگه. خودمون مبادا این رقابت رو ببازن و مم. جایگاهی که ما توی مخابرات داریم حالا یه مقداری تضعیف بشه. حتی درست، اینطوری میفهمم نیست چی ولی میگی خب دقیقا. باید با استعدادایی که داریم، استعدادهای خیلی خوبی که حالا توی ایران آماده میشه و میاد، اینا نباید هرس بشه، حیف بشه و امیدوارم که یه جورایی هدایت بشن. دقیقا. ما بعضی وقتا بچههایی که من فکر کنم حالا شاید یه مقدارم ذهنیت خودم بود موقعی که ایران بودم، احساس میکنم که بیشتر از این که بچه ها روی اون اسکیل کامیونیکیشن وقت بذارن یا پرزنتیشن کردن، نگران کلمات انگلیسی هن که ممکنه اشتباه بگن. ولی واقعیتش اینه که اگه کسی یعنی شما حالا اونجا هستی منم اینجا دارم کار میکنم، واقعیتش اینه که اگه دانشجوی منظورش رو خوب برسونه، حالا 4 تا ام و ایز و فلان و بالا پایین بکنه، 2 تا کلمه رو اشتباه اون وسط بگه، اصلا کسی توجهی نمیکنه. آخرش اون مفهومیه که اون داره برای شما ارائه میکنه و اون حسیه که میده که شما احساس میکنی آیا واقعا آماده هست رفته همه اون چیزایی که لازم بوده رو فراهم بکنه. و من فکر کنم این خیلی وقتا خود این انگلیسی هم نمیتونن پرزنت کنن خودشونو. یعنی ما اتفاقا چند وقت پیش با یکی از دوستان از استرالیا مصاحبه داشتم، ایشون همینو میگفتن که کامیونیکیشن واقعا اینه که تو بتونی منظورت رو به بهترین شکل برسونی به طرف مقابل و خیلی وقتا این اصلا مسئله زبان نیست. و من چیزی که میخوام بگم اینه که واقعا یه اسکیلیه که میشه یاد گرفت و با تمرین و همینطوری که گفتی، حالا هم با آدمایی که ممکنه به آدم فیدبک بدن و یا حالا AI وجود داره، نرم افزاری که وجود داره، بشه فیدبک گرفت و هی بهتر و بهتر شد. دقیقاً موافقم. یعنی این بحث پرزنت کردن رو ما توی بحث نوشتن مقالاتمون هم داریم. مم. یعنی دانشجوهای ما توی ایران وقتی که بهشون میگی مقاله بنویس، فکر میکنن که باید یه سری کلمات خیلی پیچیده و درشت استفاده بکنن اگر میخوان مقاله‌ای که نوشتن پذیرفته بشه. مم. در صورتی شما اگر که بیاید نگاه بکنید مقالات خیلی معتبری که وجود داره، برعکس به زبون ساده نوشته میشه، به زبونی که قابل فهم باشه برای همه و همه بتونن تفسیر درست بکنن اون مقاله رو. یعنی این ضعف رو ما توی بحث مقاله نویسیمون هم داریم. و خب همه برمیگرده به پرزنت کردن، اینکه تا چه حد بتونیم خودمون و کارمون رو پرزنت بکنیم. یه مم. اسکیلیه که حالا اون زمانی که میگم استاد راهنما بودم توی ایران سعی میکردم به دانشجوام یاد بدم که مقاله‌ای که مینویسید سعی بکنید واقعیت کاری که کردید رو به بهترین شکل نشون بدید
اگر تونستن این کار را بکنن، یعنی اگر که دانشجو بتونه تو مرحله به این مرحله برسه که کاری که انجام داده رو به یه زبونی بیان بکنه که برای یه جمع خیلی حالا وسیع‌تری قابل فهم باشه، طبعا خودش رو هم میتونه خیلی بهتر پرزنت بکنه و این اسکیل رو پیدا بکنه. یعنی یه اسکیلی هست که برای کسایی که میخوان اپلای بکنن به نظرم باید به اینم توجه بکنن. صرفا این که ما آیلتس بخونیم و آیلتس 8.5 بگیریم یا حالا تافل بخونیم یا از اون طرف 2 مقاله خیلی خوب بنویسیم، شاید یه مقاله خیلی روون، مقاله خیلی همه فهم و یه پرزنت خیلی عالی خیلی بتونه موثرتر باشه. درسته. محمد جان، به عنوان آخرین سوالم، اگه مثلا فکر کنی که یه دانشجویی الان دانشجوی سال 2 یا 3 لیسانس رشته برق هست، گرایش مخابرات یا گرایش های دیگه که حالا بازم امکان تغییر به رشته شما هست، فکر میکنی که اینا چطوری باید خودشون رو، اگر علاقه‌مندن که توی دنیای تحقیقات بمونن و دکترا بخونن، فوق لیسانس بخونن، فکر میکنی که باید چطوری خودشون رو برای آینده خیلی رقابتی که در انتظارشون هست آماده بکنن؟ توی مخابرات و حالا شاید خیلی از گرایش‌های مختلف برق، چیزی که خیلی مهمه ریاضیاته. یعنی شما باید بک‌گراند ریاضی خوبی داشته باشی، فهم خوبی در واقع از ریاضیات داشته باشی. حالا توی مخابرات اگر کسی میخواد وارد زمینه‌ای که ما کار کردیم، یعنی بحث‌های سیگنال پروسسینگ و بحث‌های مخابرات‌های حالا آماری بشه، یه بک‌گراند آمار احتمالی خیلی خوب، بک‌گراند حالا بهینه‌سازی، جبر خطی، یه پشتوانه ریاضی خیلی خوب نیاز داره. اون شخصی که داره از سال حالا اول دوم دانشگاه به فکر دکترای مخابرات درس میخونه، باید خیلی توجه بکنه به این بحث ریاضیات. اسکیل دوم نرم افزار سافت‌ورایی که وجود داره، اینکه شما بتونید با این سافت‌ورایی که حالا زمانه برنامه‌نویسی که هست آشنایی پیدا بکنید. کاری که ما انجام میدیم در واقع ایده هایی که مطرح میشه رو تو مرحله اول شبیه سازی میکنیم و یه برآوردی، یه تخمینی میزنیم از پرفورمنسی که قرار ما با این تکنولوژی جدید بهش برسیم. حالا بسترهای مختلفی رو استفاده میکنیم. حالا ساده ترین و همه گیرترینش که خب مطلب هست و پیشنهاد من اینه که اون دانشجویی که سال اول و دوم هست واقعا دنبال یادگیری مطلب یا نرم افزارهای دیگه مثل پایتون باشه که بتونه پیاده سازیاش رو انجام بده. و نکته سومی که میخوام بگم اینه که خودشون رو به روز نگه دارن. یعنی تکنولوژی ها به روز داره میشه، تغییر میکنه، ولی خب به هم پیوسته است. یعنی یه تکنولوژی بیس تکنولوژی بعدیه. کما اینکه یه ایده ممکنه که دوباره ما برگردیم از دهه 1970 یا 1960 دوباره ایده بگیریم بیاریم جلو و کار جدید انجام بدیم. پس ایده هایی که الان مثلا توی مخابرات مطرح هست، یه خوبی که وجود داره اینه که یه مؤسسه‌ای داریم ما تحت عنوان مؤسسه IEEE، مقالاتی که چاپ میشه مقالات معتبر مهندسی برق رو حالا مؤسسه IEEE هندل میکنه، چاپ میکنه. مقالات حالا سروی و مگزین خیلی خوبی روی تاپیک های جدید به زبون خیلی ساده داره پابلیش میشه و توصیه من این هستش که این دانشجوها این مقالات رو بگیرن و الان به لطف AI خیلی از این مقالات رو میشه تفسیر کرد. یعنی حتی از AI خواست که این پاراگراف اگر که نامفهوم، اگر متوجه نمیشه، با کمک AI بشه تفسیرش کرد و یاد گرفت.
این سه تا نکته هست که فکر میکنم دانشجوها اگر که بتونن از نقطه شروع باش بیان جلو، قطعا توی دوره کارشناسی ارشد توی انتخاب موضوع پروژه به مشکل نمیخورن، راحت میتونن موضوع خوبی رو انتخاب بکنن. و خب حالا توی مقطع کارشناسی ارشد با هدف چاپ یه مقاله به درد بخور، یه کاری که به روز باشه، کاری که معتبر باشه، میشه یه CV خوبی آماده کرد که حالا شما توی مرحله قبلی اسکیل نرم افزاری رو دارید، بک‌گراند ریاضی خوب رو دارید و اینجا میتونید یه مسئله جدیدی رو مطرح بکنید، حل بکنید، مقاله خوب بدید و خب قطعا مسیر برای دکترا هموار میشه. درسته. خیلی خیلی ممنونم، واقعا استفاده کردم، لذت بردم از هم صحبتی باهات. امیدوارم که همیشه موفق باشی. من هر وقت شم تو رو و هم تو زهرا رو یادم میاد که از اول خیلی با پشتکار و زحمتکش و خلاصه اسمارت به قول خودمون بودیم و واقعا از دیدن موفقیتاتون همیشه لذت میبرم و بهتون افتخار میکنم. خیلی خیلی ممنونم که این وقت رو گذاشتی برای این مصاحبه. خواهش میکنم، دوست دارید شما. این باعث افتخار بود که حالا هم صحبت بشیم و اطلاعاتی که داشتم، چیزایی که دوست داشتم شیر بکنم با دوستان رو، حالا با این فرصتی که شما فراهم کرده بودید تا یه حدی، حالا درست یا غلط دیگه، اگر که جایش اشتباه بوده به بزرگواری خودشون ببخشم، خواهش ولی خب میکنم. سعی کردم که اطلاعاتی رو در اختیار کسایی که علاقه‌مند هستن قرار بدم. از شما هم تشکر میکنم واسه کار با ارزشی که دارید انجام میدید و اطلاعات قربانت، سریع مرسی. واسه دانشجوها و محققای داخل ایران و دوستانمون انجام میدید. کار واقعا شایسته و قابل تقدیریه. مرسی محمد جان، مراقب خودت باش. امیدوارم که همیشه خوب و خوش و سلامت باشیم و بیش از پیش شاهد موفقیتاتون باشیم. متشکرم، شما هم به همیشه انشالله که قربانت، همیشه موفق و مرسی. سلامت باشید. شبت خوش. ممنونم. خداحافظ.